خیلی خوب. سلام بچه‌ها، من علی ام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدین به اولین ویدیو از حالا سری جدیدی که قراره پیش بگیرم. سری ماینکرافت. یه ورد جدید شروع کردم، همه چیز جدید، نوعه و هدفمون هم فعلا کشتن اندر دراگون. حالا جدا از گیم پلی، یه نکته خیلی مهمی که ویدیوها داره، سبک ویدیو اینجوریه که من میام راجع به یه موضوعی که حالا خودم شاید تو گذشته، شاید تو یه ماه گذشته، یک سال گذشته، بالاخره تو گذشتم یه درگیری باش داشتم و تجربیاتی که توش داشتم صحبت میکنم و تجربیاتمو به اشتراک میذارم باهاتون و شما میتونید استفاده کنین و تجربیات خودتون رو با من تو کامنت به اشتراک بذارید. خب بذارین همونجوری که دارم حرف میزنم شروع کنم بکنم. خیلی خب، ببین اولین کاری که میخوام بکنم یه بیس ساده میخوام اینجا بسازم. خب بیس اصلی نه که حالا از شر زامبی و ما با این چیزا در امان باشیم واسه شب، بعد برم سراغ این که بگردم وردو و برم سراغ این که یه بیس خفن تر بسازم. خیلی خب، موضوعی که میخوام راجع بهش صحبت کنم بحث فشار و استرسه. هممون 100% تجربه‌هایی با این قضیه داریم، با استرس داریم. یه تایم‌های درگیرش بودیم شدیداً، یه تایم‌های کمتر. حالا نمیدونم شما که دارین این ویدیو رو می‌بینید تو چه دوره‌ای از زندگیتون هستین، ولی مثلا من خودم میتونم بگم بیشترین فشار رو توی 17 سالگیم دوران کنکور و این چیزا تحمل کردم. الان 23 سالمه، کارشناسی رو گرفتم، دانشگاهم تموم شده و دارم ماینکرافت بازی میکنم. بابایی گوش ایناش به درد میخوره. واسه تختم باید بسازم. واسه بمیر. سلام. بابایی میگه عالیه. خیلی خوب، بذار نایس. آها وای، سال یکم یادم رفته راستش ماینکرافت رو خیلی وقت بازی نکردم. عالیه. یک عکس میگیرم، یکم چوبم بکنیم، یه شمشیرم میگیرم. فعلا اوکیه دیگه، فعلا اوکیه، چون بقیه چیزا رو احتمالاً میرم سنگیشو میگیرم، نمیخوام الان دوباره اینجا بگیرم. غذا هم که باید فرنیس هم بسازم. خب استون هم گرفتیم، عالیه. آره داشتم میگفتم مثلا تو دوران 17 سالگیم استرس خیلی زیادی تحمل میکردم و اون موقع یه سری چیزا رو من بلد نبودم و شایدم میتونم بگم ناخودآگاه ازش استفاده میکردم. یه سری از حالا چیزایی که میخوام بهتون بگم و ببینین استرس میتونه خوب باشه. شاید این حرف من خیلی عجیب باشه واسه خیلیا، ولی میتونه تاثیر مثبتی داشته باشه اگه بلد باشین چطوری ازش استفاده کنین. ببینین بالاخره تو زندگی هر آدمی یه سری چیزا وجود داره، مثلا همه استرس رو تجربه میکنن 100% و هیچ کس هم دوست نداره این قضیه رو. خب ولی اگه تو یاد بگیری چطوری از این ویژگی‌های منفی که تو زندگی هست، این اتفاقایی که ذاتش اصلا منفیه تو زندگیت وجود داره، بتونی استفاده درست بکنی و به سود خودت تغییرش بدی، جلو میفتی، کلی جلو میفتی. یعنی مثل این میمونه که یه مسیری رو همه دارن مستقیم میرن، یه جا مجبورن که یه پیچی رو دور بزنن برگردن. ولی تو اگه یاد بگیری که چطوری به نفع خودت تموم کنی، میتونی از میانبر استفاده کنی و اون تایمی که بقیه دارن عقب میرن تو همون تایم هم جلو بری. نمیدونم مثالم خیلی مفهوم بود یا نه، متوجه شدین یا نه، ولی جلوتر بهتون میگم. بذارین اینا رو بگیرم. خیلی خوب، استونم گرفتم، آیرون ها هم میگیرم. اوکیه. بذارین چست بسازم فعلا اینجا. اینا رو دیگه نمیخوام فعلا. بذارین تعداد اینجا بذارم باشه یه وقتی دیگه مردیم. یکی دیگه اینا میخوام تخت رو بسازم. خیلی خوب، بابایی میخوام. بابایی سلام. حل. خیلی خوب. خب ریسپان پوینت ست شد. شبم که داره میشه و شت. زودتر یکم چوب جمع کنم، یه خونه چوبی اولیه بسازم، یه بیس کوچولو. وای شب شد. خیلی خوب، خودم مثلا نمیفهمم چی کار میکنم. بذار من بخوابم دیگه، چی کاری؟ خیلی خوب، بذارید این مثال واسهتون بزنم از این قضیه استرس که گفتم چطوری به صورت ناخودآگاه من داشتم به نفع خودم استفاده میکردم ازش. فرض کنین ساعت 6 صبح و ساعت 8 صبح شما مثلا امتحان نهایی دارین که مثل دیپلم و اینا. کول اونجا بود، واسه برم کول رو بکنم. خب امتحان نهایی دارین و خیلی موضوع مهمیه و شما هیچی، حالا نه اینکه هیچی، ولی تسلط خاصی ندارین رو درس. حالا اینو بهم بگین، اگه مثلا یه روز عادی بود که یه هفته دیگه امتحان داشتین، شما
توی از ساعت 6 تا 8 بهتر درس میخوندین یا دقیقا صبح امتحان؟ خب معلومه صبح امتحان. یعنی این کار من میکردم. یعنی اون استرسه، اون فشاری که روی آدمه که وای من 1 ساعت 2 ساعت دیگه امتحان دارم، باید برم امتحان بدم و اینا. بعد از اون طرف این فشار تبدیل میشه به قدرت که آدم انگار میره توی یه حال بقا طور، یه فاز بقا که باعث میشه کارش رو درست انجام بده. میخوام به این برسم. من مثلا خیلی از امتحانات نهاییمو دقیقاً ساعت 6 صبح بلند میشدم، شروع می‌کردم نمونه سوال حل می‌کردم تا 7:30 میرفتم سمت مدرسه امتحان میدادم و خیلی هم نه اینکه عالی ولی قبول میشدم همه رو، نمره مثلا متوسط. ولی مطمئنم هیچ وقت اگه قبل امتحان نبود یه هفته قبل نمیتونستم تو 2 ساعت انقدر خوب متوجه بشم یا بره تو مغزم. یعنی اون فشار باعث میشه. و حتی تو کارهای دیگه استرس شما رو میندازه جلو. مثلا فکر کنین که یه پروژه برداشتین، یه پروژه مثلا طراحی وبسایت، حالا چون خودم رشتم کامپیوتره مثال اینجوری میزنم، مثلا طراحی وبسایت برداشتین باید 2 ماه دیگه تحویل بدین. خب ای خدا اینا رو چرا همه رو اینجوری کندم، درس نریم. پروژه رو باید 2 ماه دیگه تحویل بدین و شما مثلا 1 ماه 1 ماه و نیم گذشته هیچ کار نکردین. خب اون استرسه باعث میشه که شما شروع کنین بگین که وای من باید اینو تحویل بدم، این کارمه، این کلی فکرهای دیگه که آقا این برند منه، تحویل ندم آبروم میره، نمیدونم برام بد میشه، به پولم نمیرسم، اینجور چیزا باعث میشه که شما همون کار رو بهتر انجام بدین و واسهتون مهم باشه نتیجهش، همین که اصلا برین سراغش و انجامش بدین. دقت کنین رو موضوعاتی که ما اکثرا بی خیالیم، حالا هر چیزی میتونه باشه، همش میندازیمش واسه روز بعد و هیچ وقت اصلا بهش نمیرسیم. هوشیار بده بیاد. چه جای باحالی هم هست، تو کنار آب به نسبت اونورم که درخت عالیه، بنازم اینا رو پر کنم بدم میاد. میخوام یه راه زیرزمینی طور هم بزنم، باحال میشه، به سمت آب. حالا بذار ببینیم چی میشه. حالا یه مثال دیگه هم بخوام براتون بزنم اینه که مثلا شما فرض کنید یه هنری مثلا رانندگی رو خیلی دوست دارین که مسلط باشین روش رو انجام بدین و مثلا راننده باشین، ولی استرس میگیرین. خب قرار بود از تجربه خودم میگم، من خودم اول که گواهینامه گرفتم این واقعا دوست داشتم رانندگی رو و نیاز بود واسم، دوست داشتم که مسلط باشم و مثلا بتونم هر وقت که نیاز بود رانندگی کنم. ولی متاسفانه یا خوشبختانه که طبیعی هم هست، خیلی اون اینجوریم، استرس داشتم سرش. تو دوران آموزش که نه، تو دوران آموزش مربی کنارمه، ولی اولین باری که دقیقاً میشینی پشت فرمون و هیچ کس نیست و میدونی کنترل این ماشین کلا دست توئه و هر اتفاقی بیفته عواقبش با توئه، اونجا یکم استرس میگیری. حالا کاری که من کردم چی بود؟ من یادم یه تعداد از دوستام اینجوری بودن و کلا اصلا رانندگی نکردن، نشستن پشت ماشین، بلد نیستن هنوزم که هنوز خیلی هاشون، سر اینکه میترسیدن یا استرس میگرفتن. ولی منم این استرس رو داشتم، رفتم تو دل ترسم، تو دل چیزی که به من فشار وارد میکنه. دفعه اول خب استرس داشتم، دفعه دوم داشتم، سوم داشتم، همینجور کمتر شد تا دیگه به تسلط نسبی رسیدم و دیگه انگار نه انگار و شده نقطه قوت من. یعنی چیزی که مثلا شاید دور و بریام بشناسن بگن دست فرمونش خوبه، راننده خوبیه فلان، میدونین؟ یعنی ای بابا خیلی خوب، وایسین برام تبر بگیرم. یعنی شما میتونین با استفاده درست، با به نفع خودتون کردن این قضیه و این حسایی که میاد سمتتون، به نفع خودتون تمام کنین کارو و اصلا بشه نقطه مثبت. چون کسی اصلا واسش مهم نیست شما تو مسیر چی کشیدین، فقط اون نتیجه مهمه که به چی رسیدین. به عنوان یه مرد چی کار دارم میکنم؟ بسین اینو کامل کنم. خونه رو میخوام کم بزرگترش کنم. چه خونه زشتی. اینجوری زیر زمین طور میسازم، رو زیر ادامش میدم. میخوام یه ظاهر مثلا کوچیک داشته باشه از بیرون، از داخل خیلی بزرگ باشه. یه ردیف دیگه میای. هم نردبون میخوام، هم در. اوکیه. ای خدا چه وضع اینا چیه؟ بذار ببینم در رو 2 تا میسازم قرینه بشه. OCD دارم فکر کنم. حل اصلا نردبون من واسه چی میخواستم نمیدونم.
خیلی خب، این خونه کوچولوی زشت بیس اولیه‌مون. البته میخوام خونه خفن بسازم. باش حالا یکم به بالاش برسم، سنگی کار کنم، باحال میشه. خب آره عزیزای من، این یه هنره که آدم بتونه حتی چیزای منفی رو هم به مثبت تبدیل کنه، چون بالاخره زندگی همینه دیگه، همیشه همه چی مثبت نیست و نخواهد بود. خیلی خب، اینجا از این بیلک ها ساختم، نمیدونم واسه چی. هیچ کولی دیگه نبود. کول میخوام تورچ بسازم. اوه شت. خیلی خوب، این از بیس اولیه‌مون. 1 2 3 4. اوکیه. بذار اینا رو یه جوری زشتی وایس. خیلی خوب، این از خونه بیس اولیه‌مون. خیلی خوب، این از اپیزود اول این سری که جدید شروع کردم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و حرفایی که زدم یکم به درتون خورده باشه. حتما نظراتتون رو بگین، تجربه‌ای که شما داشتین از این غذایی که براتون تعریف کردم و اینکه دوست دارین اصلا ویدیوی بعدی راجع به چی صحبت بکنم. دمتون گرم و حتما کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فعال کنین که ویدیوهای بعدی براتون نوتیفیکیشنش بیاد و مراقب خودتون باشین.